سلام. برای دیدن ویدیوهای آینده ما ویدیو را لایک کنید. این دختری که میبینید اسمش ریحانه است. ریحانه دختر ملا غوث‌الدین است. ملا غوث‌الدین 6 دختر دارد. اما چی شد که فقط یک دخترش مشهور شد؟ آن هم ریحانه. ریحانه 9 ماه می شود که نامزد شده است. یک روز نامزد ریحانه زنگ می زند که من در خانه تنها هستم، بیا کمی کار دارم. ریحانه سوال می کند که چی کار داری؟ پدر و مادرت کجا رفته که تو تنها هستی؟ او می گوید که اونها شهر رفته، خانه یکی از دوستان، امشب هم نمی آید. خانه ریحانه دور از شهر در یکی از قشلاق‌های بدخشان است. ریحانه کمی ترس می‌خورد که وقتی تنها هست چرا من را می‌گوید پیشم بیا، کمی کار دارم. یعنی چی کار دارد؟ خانه ریحانه از خانه نامزدش چند کیلومتر فاصله دارد. ریحانه در جواب نامزدش می‌گوید که من نمی آیم تا نگویی چی کار داری. نامزدش می‌گوید بیا، کاری خاصی ندارم، فقط لباسم کمی کثیف شده، آن را برایم بشور، چون دست من درد می کند. او تاکید می کند به ریحانه که زود بیا و تنها هم بیا، خواهرهای خود را با خود نیار. دختر ملا باز کمی ترس به جانش می آید و با صدای لرزان می گوید باشم می آیم. ریحانه پیش پدرش ملا غوث‌الدین می رود و پدرش می گوید که نامزدم به من زنگ زده که بیا خانه، ما کمی کار داریم. ملا به ریحانه با خشم نگاه می کند و می گوید باشه برو، اما خواهرت را هم با خودت ببر، نکنه بچه قماندان غلام نامزاد اولت در راه مزاحمت شود. ریحانه تاکید می کند که نه، انشالله که مزاحمت نکند، من تنها می روم. ملا با ناراحتی می گوید برو. ریحانه از خانه بیرون می شود. طوفان شدیدی در حال وزیدن است. چنگ و خاکباد همه جا را فرا گرفته است. ریحانه به راه می افتد که خانه نامزدش برود. ریحانه متوجه می شود که سایه او را در میان کوچه های خلوت قریه او را دنبال می کند. بالاخره ریحانه نزدیک خانه نامزدش می رسد، اما چیزی را می بیند و فریاد محکمی از ته دل خود می کشد. دوستان عزیز، به نظر شما ریحانه چه چیزی را دید که چنین فریاد محکمی کشید؟ اگر علاقه‌مند به شنیدن تا آخر این داستان دارید، کامنت کنید که در ویدیوی بعدی ادامه داستان ریحانه دختر ملا را برای شما نشر کنم.